در قصر ورزش شهر خوجند مسابقه کشاد ولایتی اوید به سامبو و سامبوی رزمی برای دریافت جام رئیس فدراسیون سامبوی ولایت سوخت برگزار شد. در مراسم افتتاحی مسابقه رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و فدراسیون سامبوی ولایت ضمن سخنرانی خود از توجه و دستگیری‌های رهبریت عالی کشور نسبت دستگیری ورزشکاران و مهیا نمودن شرایط‌های معاصر و زمانوی برای آنها یادآور شده قید نمودند که نمود سامبو سال از سال در کشور ما از جمله در ولایت سوخت رشد و رواج یافته ایستاده است و ورزشکاران با مهارت تاجیک بارها در این نمود پرچم کشور عزیزمان را در مسابقه‌های با نفوذ جهانی بالا برداشتند. گوشین سامبو در جمهوری ما بسیار تاریخی خوب تاریخی یک نمودی است که بیشتر از گوشتنگ ملی ما ابتدا میگیرد. بنابراین پهلوان‌های ما در این نمود در سطح جهانی نیز نتیجه خوب دارند. در ردیف جهان پهلوان سیدمیر رحیموف، امروز بهروز حاجی‌زاده، خوشقدم خسروف، کریموف قهرمان جهان بین کلانسال‌ها شدند. اینچنین از ولایت سوخت نیز غالبان و جایزداران مسابقات سطح قطعی جهانی از ردیف خانواشای استاپریان، سید نبی کمالوف، سیف‌الدین زاده سیف‌الدین، سید ابراز اکراموف و ده‌ها دیگر پهلوان‌ها در این نمود گوشتی خوب نتیجه خوب دادند. در مسابقه مذکور بیش از 150 نفر ورزشکار از همه منطقه‌های کشور ما و جمهوری‌های دوست و همسایه ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اشتراک نموده در نمودهای سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی در وزن‌های از 58 کیلوگرم تا بیش از 98 کیلوگرم بین هم زورآزمایی کردند. امروز گشتن نمود سامبو بین جوانان تاجیکستان بسیار رشد یافته ایستاده است. جوانان نمود گشتن سامبو را بسیار اعتراف میکنند. سامبوی رزمی نیز امروز در رشد است. امسال برگزاری جام جهان در شهر دوشنبه بین کلانسالان به نقشه گرفته شده است. ما بسیار خرسند هستیم که در چنین شرایطی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما آماده کرده است مشق و تمرین میکنیم. سامبو یکی از نمودهای جالب گوشتین است که هواداران زیاد دارد. عین زمان در این نمود ورزش در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت مربیان پرتجربه به کودکان و نورسان و جوانان این نمود ورزش را تمرین میدهند. فدراسیون سامبو ولایت سوخت در نقشه دارد من بعد نیز برای رشد و عمومیت سامبو و آماده نمودن ورزشکاران کسبی همچنین سفربر نمودن آنها به مسابقه‌های با نفوذ تدبیرهای مشخص اندیشد. مسابقه در سطح بلند گذشته ایستاده است. در این مسابقه 150 نفر ورزشکاران از همه منطقه‌های تاجیکستان و جمهوری‌های همسایه اشتراک دارند. امروز در همین مسابقه ما ورزشکارای بهترین قوا آزموده ایستادند. ما باوری داریم که این ورزشکاران در مسابقه‌های بین‌المللی و جهانی پرچم تاجیکستان را بالا می‌بردارند. مسابقه کشاد ولایتی اوید به سامبو و سامبوی رزمی در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته ورزشکاران بهترین با واخوری‌های نهایی راه یافتند. از بین همه اشتراکچیان مسابقه 7 نفر در نمود سامبوی ورزشی و 7 نفر در نمود سامبوی رزمی صاحب مقام‌های اول و جام رئیس فدراسیون سامبوی ولایت سوخت شدند. غالبان و جایزه‌داران مسابقه در فضای تنتنوی با مدال و افتخارنامه، جام و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند.